بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برادران و خواهران گرامی، دوستان عزیز، مؤمنین و موحدین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، طبق وعده که با شما کرده بودیم، گفتیم که کتاب سنه امام عبدالله ابن امام احمد رحمت الله علیه ما را آغاز میکنیم انشاءالله. این کتاب که از مهمترین کتاب‌های اعتقادی اهل سنت می باشه، بلکه در ترتیب و سلسله کتاب‌های اعتقادی اهل سنت اولین کتاب از کتاب اصول اعتقادی اهل سنت یاد میشه. عبدالله فرزند امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه می باشه که کنیش ابو عبدالرحمن است. متولد 213 هجری قمری می باشه که وفاتش هم در سنه 290 هجری است، یعنی 77 سال عمر کرده. و علم کس در زمانی که طفل بود، کودک بود، در نزد پدرش امام اهل سنت امام احمد تعلیم دیدگی است که خلال از امام حرب کرمانی روایت میکنه، میگه شنیدم که او میگه یک روز من برای درس رفتم پیش امام احمد که پیش درس میخواندم، دیدم که فرزندش عبدالله آمد و به امام احمد گفت الیس وعدتنی ان تقرأ علی، آیا بر من وعده نکرده بودی که برای من درس بخوانی، درس مربوط احادیث بخوانی؟ و هو اذ ذاک غلام، در حالی که همون زمان طفل بود. امام احمد برش گفت صبر کو، دید که نه. فبکه عبدالله، امام عبدالله چون طفل بود و شوق زیادی برای درس داشت، برای خواندن علم حدیث، علم عقیده داشت، گریان کرد. و باز امام احمد به امام کرمانی میگه تو صبر کو، میگه اصبر لی حتی ادخل اقرا علی، میگه صبر کو من داخل میشم درس ازیره میخوانم پس بیرون میشم. امام حرب کرمانی در این شهادت میده که زمانی که امام عبدالله طفل بود در نزد امام احمد درس میخواند و بسیار حریص بود بر تعلیم و قرائت حدیث، بر علم عقیده بسیار حریص بود، سعی میکرد که همیشه از پدر خود بیاموزه، از پدر خود بشنوه. امام احمد نهی کرده بود که از اهل بدعت چیزی را نقل بکنه. ابو جعفر العقیلی روایت میکنه، میگه من به عبدالله گفتم چرا از علی ابن جعد از روایت نمیکنی؟ گفت نهانی ابی ان اذهب الی، پدرم مرا نهی کرد که من پیشش برم درس بگیرم. چرا؟ به خاطر که او به اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم زبان باز کرده بود. عباس الدوری میگه كنت يوما عند احمد بن حنبل فدخل علينا ابنه عبد الله فقال لي احمد يا عباس ان ابا عبد الرحمن قد وعى علما كثيرا. میگه روزی در نزد امام احمد بودم که فرزندش عبدالله داخل شد و امام احمد بریم گفت که ای عباس، ای ابا عبدالرحمن که است کنیه امام عبدالله، الله تعالی علم زیاد برش دادگی است، علم زیاد را حفظ کرده و بهره گرفتگی است، استفاده کردگی است، از علم زیاد بهره مند شدگی است. امام احمد شهادت میده بر علم فرزندش، بر علم امام احمد. امام احمد شهادت میده که او یعنی علم زیاد را الله تعالی به او نصیب کرده. و در جای دیگه اسماعیل ابن علی الخطبی نقل میکنه از ابی زرعه، از او نقل میکنه که امام احمد گفت ابن عبدالله محظوظ من علم الحديث او من حفظ الحديث. گفت فرزندم عبدالله خوشبخت است از علم حدیث، از حفظ علم حدیث. و اکثر کتاب هایی که امام احمد نوشته، اکثر کتاب هایش که کتاب مشهورش مسند است، مسند امام احمد که 30,000 حدیث می باشه. این 30,000 حدیث هم مکمل
و امام عبدالله که از فرزند شنیدگی است و همچنین کتاب تفسیری که امام احمد داره. به همین شکل کل کتاب هایی که از امام احمد ثابت شده، از امام احمد نقل شده، اکثر از اینا که از امام عبدالله فرزندش را شنیدگی است و از پدرش روایت کردگی است. حتی بعض از علما میگفتن که او میگفتن در علم حدیث میگفتن از پدرش هم بالاتر شدگی است، یعنی شهادت میدادن که از امام احمد هم او بالاتر شده. ذهبی در موردش میگه که او امام بود، حافظ و الناقد، محدث بغداد، او را محدث بغداد میگه. ابو عبدالرحمن ابن شیخ العصر ابی عبدالله ذهلی الشیبانی المروزی ثم البغدادی. اینطور نیست که بعضی کسا فکر میکنن که عبدالله خودش یک طفل بوده و یا راوی بوده و فقط روایت نقل میکرده و علم نداشته و در علم حدیث نمیفهمیده یا در علم عقیده چیزی را نمیفهمیده. یا کلش تهمت های است که اهل بدعت بر فرزند امام اهل سنت وارد کردن. این کتاب که است یعنی ابتدا با رد بر اهل بدعت، رد بر جهمیه می باشه، سپس بر رد بر اهل رأی است. باز بعضی از صفات الله سبحانه و تعالی را میاره ثابت میکنه و رد بر قدریه است، رد بر تمام فرق اهل باطل است و صفاتی را که الله سبحانه و تعالی در قرآن برای خودش بیان کرده و رسول صلی الله علیه وسلم بیان کردن. امام عبدالله با سند و اثر و با روایت که از او را سعی میکنه که نقل بکنه، اونا را از ائمه‌ای که از پدرش، ائمه سلفی که از اونها یاد گرفته، از اونها نقل بکنه. اولین بابی که امام عبدالله گذاشته است، سئل عما قالته العلماء فی الجهمیة الضلال و اکفارهم والصلاة خلفهم. اولین بابی که امام عبدالله آغاز میکنه در مورد اقوال علما را در مورد جهمیه گمراه نقل میکنه و ای که علما جهمیه را تکفیر کردن و نهی کردن از این که نماز پشت سر از اونها خوانده شود. جهمیه چی کسانی بودن برادران؟ جهمیه که است جهم ابن صفوان، این مؤسس فرقه جهمیه است، این مؤسس فرقه جهمیه است. بلکه کسان دیگری هم بودن که این مسئله آن چیزی که جهمیه گفته بود، آن چیزی که جهم ابن صفوان گفته بود، او هم گفته بودن. لیکن جهم ابن صفوان که از همین مذهب رشد داد، همین مذهب بزرگ کرد و همین مذهب رشد داد و بانی همین مذهب بود. از او خاطری فرقه که از مشهور هستن به فرقه جهمیه، به فرقه جهمیه مشهور هستن. و جهم ابن صفوان که است در ترمز والی و منطقه که بود یا بزرگ و منطقه که بود، به امر خلیفه مسلمان ها که است هم وقت به قتل رساند جهمیه را. جهمه امام حرب کرمانی رحمه الله در کتاب سنه خود میگه الجهمیه اعداء الله و هم الذين يزعمون ان القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم موسى وأن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يعرف لله مكان وليس لله عرش ولا كرسي وكلام كثير أكره حكايته وهم كفار زنادقة أعداء الله فاحذروهم. امام حرب کرمانی رحمه الله در کتاب سنه خود میفرماید که جهمیه دشمنان الله هستند و اینا زعم میکنن که قرآن مخلوق است و میگن که الله سبحانه و تعالی با موسی سخن نگفته و الله تعالی سخن نمیگه و الله تعالی دیده نمیشه در روز قیامت و الله سبحانه و تعالی مکان نداره و الله سبحانه و تعالی عرش نیست و الله سبحانه و تعالی کرسی نداره و سخنان زیادی که ما بد میبینیم که سخنای از اونا را نقل بکنم، حکایت بکنم. و هم کفار زنادقه، اینها کفار هستند، زندیق هستند. زندیق که است آنچه که علما نقل کردن، یعنی منافقی که اسلام خدا اشکار میکنه، کفر خدا پنهان میکنه. اعداء الله فاحذروهم، اینها دشمنای الله هستند، از اینا دور باشین. و به همین شکل جهمیه عصر ما به همین شکل هستند. اگر الله سبحانه و تعالی توفیق داد انشاءالله یک به یک اینها را انشاءالله نام میگیریم و معرفی میکنیم انشاءالله. اشعریه و ماتریدیه ای که بعد از قرن 4 و 5 اینا آمدن، اشعریه و ماتریدیه ای که بعد از اینا آمدن، اونا به این شکل آمدن صفات الله را تعویل کردن، پیروی کردن از جهمیه ای که در زمان امام احمد و در زمان سلف بود، از اونا پیروی کردن، کمی با کمی تفاوت، الفاظ خود تغییر دادن، کمی شکل خود تغییر دادن، لیکن بلکه بدتر از اونها بودن. حتی در توحید الوهیت شرک کردن، در توحید ربوبیت انکار کردن، توحید اسماء و صفات باطل کردن. و امی جهمیه هستن، جهمیه عصر ما، ماتریدی و اشعریه که می باشن. اینا میگن که الله سبحانه و تعالی مکان نداره. وقتی که بگی الله تعالی بالای عرش است، میگن تو به الله مکان ثابت کردی، تو کافر هستی. و میگن الله دست نداره، الله صورت نداره، و میگن الله دیده نمیشه. خیلی از اقوالی که انسان
نمیخواه که اقوال کفری از اونا را آدم نقل بکنه. الله اونا را لعنت بکنه. این کتاب کس باید خوانده شود، کتابای سلف باید خوانده شود تا انسان این بدعت هایی که امروز به وجود آمده، اهل بدعتی که امروز به وجود آمده، اینها رو انسان باید بشناسه. خصوصا کسی که خود مؤمن میگه، کسی که خود به اهل سنت نسبت میده، اینها رو باید بشناسه. اگر ما کتاب های سلف نخوانیم، اگر ما این اقوال نخوانیم، در واقع اینها رو نمیشناسیم، اینها رو نمیشناسیم. ما انشاءالله سعی میکنیم که این کتاب بیان بکنیم، این کتاب با شما بخونیم، این کتابی را که امام عبدالله آورده، و سعی میکنم که در قالب ازی باشه، در داخل همین درس ها باشه یا جداگانه باشه، به معرفی جهمیه عصری که فعلا هستن، ماتریدی و اشعری کفاری که هستن، انشاءالله یک معرفی میکنیم انشاءالله. پیشوایان اونها کسی امروز به عنوان ائمه های اهل سنت مشهور هستن، مثل سیوطی و آلوسی و ابن حجر و نووی و امثالشان که امروز به عنوان ائمه اهل سنت مشهور هستند، لیکن در حقیقت آنها پیروان جهم و پیروان بشر مرسی و پیروان جعد بن درهم اونها بودند. اگر الله سبحانه و تعالی توفیق بر ما داد، از الله میخوایم که توفیق بر ما بده، ان شاء الله با معرفی یک از اینها، با اقوال از اینها ان شاء الله میپردازیم ان شاء الله. من میدانم که سخنها گفتن از اینا بسیار سخت است و به خیلی کسایی که از اونا پیروی میکنن و اونا بسیار بد تمام میشه، لیکن مسئله حق است بیان میکنم ان شاء الله. از الله سبحانه و تعالی ثبات میخوایم، الله تعالی ما را هدایت کنه بر راه سلف، بر راه قرآن و سنت، راه صحابه و تابعین، کسانی که صحابه پیروی کردن. الله تعالی ما را برای اونا هدایت بکنه و ما را ثبات بده و توفیق از را بده در مقابل اهل بدعت ایستاد شویم، در مقابلشان بگوییم چنانچه که ائمه اهل سنت ما گفتن. اولین روایتی که امام عبدالله رحمه الله نقل میکنه، از پدر خود نقل میکنه. ما سعی میکنم که این کتاب کس، چون امام عبدالله کس روایت هایی که نقل میکنه از پدرش یا از بعضی از ائمه سلف که نقل میکنه، در بینش دو سه راوی میباشه. ما سعی میکنم راوی آخر یا امو کسی که قول نقل کرده او را نقل بکنم ان شاء الله. سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل. امام احمد رحمه الله میگه قرآن، هر کس بگه که قرآن مخلوق است او در نزد ما کافر است، زیرا که قرآن از علم الله سبحانه و تعالی می باشه و در از یک از اسماء و نامهای الله سبحانه و تعالی است. ومن فرمايا: سمعت أبي رحمه الله يقول: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتى خلقه. امام احمد رحمه الله میگه اگر کسی گفت که علم مخلوق است، علم الله سبحانه و تعالی مخلوق است، بدان که میگه او کافر است، زیرا که او میگه یعنی الله تعالی علم نداشت تا زمانی که علم خود خلق کرد. معاذ الله، به الله پناه میبریم از این اقوال کفری که جهمیه میگفتن. سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل. امام احمد رحمه الله میگه اگر کسی گفت قرآن مخلوق است او کافر است، زیرا که قرآن از علم الله سبحانه و تعالی می باشه و الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. اگر با تو محاجه کردن، با تو گفتگو کردن، یعنی با تو مخالفت کردن بعد از اینکه علم بر تو رسید. الله تعالی اینجا قرآن علم به عنوان علم بر رسول صلی الله علیه و سلم یاد کرده، یعنی علمی است که از طرف الله تعالی نازل شده. اگر کسی میگه قرآن مخلوق است، به این معنی است که او میگه که علم الله تعالی مخلوق است. معاذ الله، میگه علم الله تعالی مخلوق است، علم تازه به وجود آمده، یعنی الله تعالی از قبل از ازل علم نداشته. معاذ الله، به الله پناه میبریم از اقوال کفری. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. و به عنوان دلیل امام احمد نقل میکنه از آیت 120 سوره بقره که الله سبحانه و تعالی میگه که یهود و نصارا شما راضی نمیشن تا که از ملت آنها، از آیین و دینشان پیروی نکنیم. قل إن هدى الله هو الهدى، بگو که هدایت الله همین هدایت است. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، اگر از هوسهای یهود و نصارا، اگر از هوسهایشان، از نفسهای آنها، از آنچه دلایلی که آنها میگن، اگر از آنها پیروی بکنی، بعد الذي جاءك من العلم، بعد از اینکه علم بر تو رسید، یعنی بعد از اینکه قرآن بر تو رسید، ما لك من الله من ولی ولا نصیر،
از طرف الله برای تو هیچ کارساز یاری دهنده نمی باشه. هدف اصلی از گرفتن ای آیت، از خواندن ای آیت ای است که مسئله کلمه العلم است. الله سبحانه و تعالی قرآن در اینجا به علم معنا کردگی است. یعنی الله تعالی میگه قرآن، یعنی الله تعالی قرآن علم خود گفتگی است. پس کسی که میگه قرآن مخلوق است، یعنی به این شهادت میده که علم الله سبحانه و تعالی مخلوق است. معاذ الله. وقتی که علم مخلوق بود یعنی الله تعالی از ازل علم نداشت. معاذ الله، معاذ الله. به الله پناه میبریم از اقوال کفری. وقال عز وجل: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. اگر یهود و نصارا در نزد تو آمدن، تو تمام دلیل به آنها پیش کردی، ما تبع قبلتک، از قبله تو پیروی نمی کنند و تو هم از قبله آنها پیروی نمی کنی و اونها هم از همدیگر خود پیروی نمی کنند. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، اگر از هوا و هوس آنها بعد از اینکه علم بر تو رسید، یعنی بعد از اینکه قرآن بر تو رسید، از آنها پیروی کردی، انک اذا لمن الظالمین، در این وقت تو از جمله ظالمین قرار میگیری. یعنی در این اصل گویی است که الله سبحانه و تعالی کلمه علم قرآن که از علم خود گفتگی است. در این آیات الله سبحانه و تعالی قرآن علم خود گفتگی است. وقال عز وجل: الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمین. الله تعالی میگه که تمام خلقات یعنی آفرینش و امر یعنی فرمان روایی از آن الله سبحانه و تعالی است. عبدالله میگه: قال ابی رحمه الله: والخلق غیر الامر. امام احمد رحمه الله گفت که خلق یعنی غیر الامر، غیر از امر است. مثل امر جداست و خلق جداست. و امام ابن بطه در ابانة الكبرى نقل میکنه از ابی الحارث، میگه: و فيه اسماء الله فاذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر لانه يزعم انه لم يكن له علم حتى خلقه وقد قال الله. میگه اگر کسی بگه که علم مخلوق است او کافر است. چرا که او فکر و زعم میکنه که یعنی الله تعالی علم نداشت. الله تعالی علم نداشت تا زمانی که خلق کرد. معاذ الله. وقال عز وجل: ومن يكفر به من الاحزاب. و کسی که کافر شود از احزاب. احزاب کی است؟ امام احمد رحمه الله میگه که از سعید بن جبیر تابعی نقل میکنه که احزاب الملل كلها، کل ملت ها می باشه. یعنی کل ملت های کافر، هر کسی که به این قرآن کافر شود، جهمیه باشن، مرجیه باشن، قدریه باشن، یهود و نصارا باشن، هر کسی که باشن به این کافر شوند. و من یکفر بین المحض احزاب، هر کسی که کافر شود فالنار موعده، پس جایگاهش و وعدگاهش آتش است. و قال عز وجل: و من الاحزاب من ينكر بعضه. و الله سبحانه و تعالی میگه از احزاب یعنی از ملت ها، از گروه ها کسایی پیدا میشن که انکار میکنن بعضی از قرآن. یعنی امام احمد یه آیت دلیل میاره به عنوان از این که جهمیه هم یکی از این احزاب بودن. جهمیه یکی از این احزاب کافر بودن که آمدن علم الله تعالی را انکار کردن، گفتن که قرآن مخلوق است. قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیه ادعو و الیه مآب. بگو که ما مأمور شدیم که الله را عبادت بکنم و الله شریک نیارم، به سوی الله دعوت میکنم و برگشت ما به سوی الله است. و كذلك انزلناه حکما عربی. الله تعالی میگه ما نازل کردیم حکم عربی را، قرآنی که به زبان عربی است. ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اگر از اهوا یعنی هوس‌های آنها، از آنچه که آنها میگن پیروی کردی بعد از اینکه علم بر تو رسید، یعنی بعد از اینکه قرآن بر تو رسید، ما لك من الله من ولي ولا واق، از طرف الله هیچ کارساز و هیچ نجات دهنده بر تو نمی باشه. و امام عبدالله از پدر خود امام احمد نقل میکنه، میفرماید: من قال ذلك القول لا يصلي خلفه الجمعه ولا غيرها. کسی که می قول بگه که قرآن مخلوق است، پشتش نماز خوانده نمیشه، چه نه نماز جمعه و نه غیرش. فان صلى خلفه الجمعه رجل اعاد الصلاه. اگر کسی به هر شکلی که بود، فهمیده یا نفهمیده، مثال کسی با اکراه نماز خوان، با اکراه پشت کسی رفت نماز خوان، فهمید که جهمی است، یا بعد از اینکه خوان فهمید جهمی است، رجل اعاد الصلاه، اگر خوان نماز خود دوباره عود میکنه. سألت ابي رحمه الله عن الصلاه خلف اهل البدع. امام عبدالله میگه پرسان کردم از پدرم از نماز خواندن پشت اهل بدعت.
قال لا يصلي خلفهم مثل الجهمیة والمعتزله. نماز خوانده نمیشه پشت کسی که نماز پشت آنها خوانده نمیشه مثل جهمیه و معتزله باشه. و امام لالکایی رحمه الله از عبدالرحمن ابن مهدی نقل میکنه که آیا نماز پشت اهل هوا خواندن روا هست؟ میگه لا یصلی خلف هؤلاء الصنفین، میگه پشت این دو صنف، پشت دو گروه نماز خوانده نمیشه، الجهمیه و الروافض، پشت جهمیه و روافض. فان الجهمیه کفار بکتاب الله، زیرا جهمیه کفار هستند، کافر هستند به کتاب الله سبحانه و تعالی. و امام بخاری رحمه الله در کتاب خود خلق افعال العباد میگه ما ابالی صلیت خلف الجهمی والرافضی ام صلیت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. میگه به من فرق نمیکنه یعنی پشت جهمی و رافضی نماز بخوانم یا پشت یهودی و نصرانی، یعنی چه رقم که پشت یهودی و نصرانی نماز خوانده نمیشه به همون شکل پشت رافضی و جهمی و نماز خوانده نمیشه و با آنها سلام داده نمیشه. ولا یسلم علیهم، با آنها سلام داده نمیشه و با عیادتشان رفته نمیشه، با آنها نکاح کرده نمیشه و شهادت آنها قبول نمیشه و ذبیحه آنها هم خورده نمیشه چون کفار هستند. حتی کفر آنها شدیدتر از کفر یهود و نصارا می باشه. سمعت ابي رحمه الله يقول اذا كان القاضي جهميا فلا يشهد عنده. امام احمد رحمه الله میگه اگر قاضی جهمی بود یک صفتی از جهمیه را داشت فلا یشهد عنده، به خاطر شهادت در نزدش هرگز نمیره، به خاطر شهادت هرگز در نزدش نمیره چون او کافر است. و روایت دیگری را که امام عبدالله از ابراهیم ابن قمحان نقل میکنه او میفرماید الجهمیه کفار والقدریه کفار، جهمیه کفار هستند و قدریه هم کفار هستند. قدریه ها طایفه بودن که قدر انکار کردن، گفتن که الله سبحانه و تعالی خیر و شر کس بر ما ننوشته، خود ما که از خیر و شر انجام میدیم. بعضی طایفه از اونا گفتن که خیر از طرف الله، شر از طرف ماست. انکار کردن، قدر انکار کردن، کافر شدن. و قدریه کس در آخر زمان صحابه پیدا شده بودن و جهمیه کس در آخر زمان تابعین پیدا شدن. جهمیه بعد از قدریه پیدا شدن. روایت دیگری که امام عبدالله از سلیمان تیمی نقل میکنه لیس قوم اشد نقضا للاسلام من الجهمیه والقدریه، در اسلام قومی که دشمنیشان زیادتر باشه از جهمیه و قدریه نمی باشه، به خاطر که قدریه کس، جهمیه کس با الله تعالی مبارزه را با الله تعالی خواستن و اما القدریه فانهم قالوا فی الله عز وجل، و قدریه کس در مورد الله سبحانه و تعالی سخن گفتن. و روایت دیگری از سلام ابن ابی مطیع نقل میکنه الجهمیه کفار لا یصلی خلفهم، جهمیه کفار هستند نماز پشتشان خوانده نمیشه. حدثني احمد بن سعید ابو جعفر الدارمی سمعت ابي يقول سمعت خارجه يقول، خارجه یکی از راویان میباشه، یکی از سلف میباشه، ائمه سلف است، از ائمه حدیث، از ائمه اهل سنت میباشه. و میفرماید که الجهمیه کفار، جهمیه کفار هستند، بلغوا نساءهم انهن طوالق، به زنایشان خبر بدین که آنها طلاق شده هستند، و انهن لا یحللن لازواجهن، و آنها برای همسران جهمیشان حلال نمی باشند. لا تعود مرضاهم، که اگر مریض شدن به مریضیشان به عیادتشان رفته نمیشه. ولا تشهد جنائزهم، به جنازه هایشان رفته نمیشه. ثم تلا، سپس ای آیات تلاوت کرد بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، تا اینکه آیه الرحمن علی العرش استوى، ای آیه مبارکه را خوان الرحمن علی العرش استوى، که الله سبحانه و تعالی بر عرش استوا کردگی است، یعنی الله تعالی بر عرش قرار گرفته، بر عرش نشسته. و خارجه میگه و هل یکون الاستواء الا بالجلوس، آیا استوا بغیر جلوس معنای دیگری داره؟ آیا استوا غیر از جلوس معنای دیگری داره در کلام عربی، در لغت عربی؟ و این روایت که از بعضی از جهمیه عصر ما، از کسایی که خود به سلفیت نسبت میتن، خود به اهل سنت نسبت میتن، آمدن این رد کردن و به این طعنه زدن و خواستن که این روایت باطل ثابت بکنن، در حالی که اگر ما انشاءالله این کتاب بخونیم مقال بیشتر میایه که الله سبحانه و تعالی از خلقش جدا می باشه. الله تعالی بر عرش استوا کرده، یعنی استوا به معنای جلوس است.
استوا به معنای نشستن. الله سبحانه و تعالی بر عرش خود نشسته است. هر کسی که معنای خلاف معنا رو بکنه و در به تحقیق از طایفه اهل سنت بیرون شدگی است. معنای کردگی است که اهل سنت و معنا را اصلا نکردن. روایت دیگری که امام عبدالله نقل میکنه از مالک ابن انس است. امام مالک رحمه الله که امام مشهور اهل سنت می باشه، از اون نقل میکنه. میگه من قال القرآن مخلوق یوجع ضربا و یحبس حتی یموت. کسی بگه که قرآن مخلوق است شکنجه میشه، شکنجه بسیار سخت میشه و در زندان انداخته میشه تا که بمیره، تا که هلاک شود. و در روایت دیگری گفته حتی یتوب، تا که توبه کنه. وقال مالك رحمه الله الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان. الله سبحانه وتعالى در آسمان است و علمش در هر جای است. لا يخلو منه شيء. هیچ چیزی از الله تعالی خالی نیست. هیچ چیزی نیست که الله تعالی او را ندانند. بازی آیت مبارکه را میخوانم. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. نجوا یعنی دو نفر سه نفر که بین هم راز دارن، بین هم سخن میگن. الله تعالی میگه سه نفر اگر بین هم سخن میگه مگر که الله تعالی چهارمشان است. اگر 5 نفر سخن میگن بینشان چی دارن، میخوان که راز دارن، ششمش الله سبحانه و تعالی است. و این آیت که امام مالک آورده میگه که الله سبحانه و تعالی در آسمان است، علمش در هر جای است. و با اثبات کردن از اینکه علم الله تعالی در هر جای است، این آیت میخونه. اگر 3 نفر که با هم نجوا میکنن، چهارمش الله تعالی است. یعنی الله سبحانه و تعالی میدونه که اونا چی میگن. علم الله تعالی به هر چیز احاطه کردگی است. و از امام احمد پرسیده میشه اگر کسی بگه که ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. اگر امی آیت ما میخوانم که الله تعالی ای آیت میخوانم اقول هذا ولا اجاوزه الى غیره. امی آیت میخوانم که یعنی الله تعالی در این آیت گفتگی است که کسی 3 نفر با هم نجوا بکنن، چهارمش الله تعالی است. اگر کسی بگه می امی آیت میخوانم از این زیادتر تجاوز نمیکنم، نه این طرف میرم نه اون طرف. امام احمد میگه فقال هذا كلام الجهمیه. این سخن جهمیه است. بل علمه معهم. بلکه مراد از این آیت است که علم الله سبحانه و تعالی با او انسان ها می باشن. الله تعالی علمش که به همه مخلوقاتش احاطه کردگی است. و مقصود از این آیتی که امام مالک آورده و امام احمد هم در کتاب دیگری در نقل کردن، هدف این است که الله سبحانه و تعالی یعنی علمش بر مخلوقات احاطه کردگی است، لیکن خود الله تعالی که از با ذات خود بر عرش می باشه. و روایت دیگری که نقل میکنه او از عبدالله بن مبارک است که او از سفیان ثوری نقل کرده. من زعم ان قول الله عز وجل یا موسى انه انا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو کافر زنديق حلال الدم. سفیان ثوری یکی از ائمه بزرگوار و امیر المؤمنین در حدیث و امام حدیث و امام سنت میفرماید کسی اگر بگه اینمی آیت که یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم، بگه که اینمی آیت بگه که مخلوق است، چرا که الله تعالی گفتگی است که ای موسی من الله سبحانه و تعالی هستم، من الله هستم، غالب هستم، با حکمت هستم. کسی بگه که این آیت مخلوق است فهو کافر، او کافر است. زندیق معنا کردیم که زندیق به معنای منافق می باشه. حلال الدم، خونش حلال می باشه، خون انسان حلال است. و روایت دیگری که هم از سفیان رحمه الله است من قال ان قل هو الله احد الله الصمد مخلوق فهو کافر. کسی بگه که قل هو الله احد و الله الصمد مخلوق است، او کافر است. و روایت دیگری که از ابو یوسف از شاگرد ابو حنیفه که او خودش هم مرجئه بوده و از مغلات مرجئه بوده لیکن جهمیه نبوده و میگه یقول بخراسان صنفان ما على ظهر الارض اشر منهما الجهمیه والمقاتلیه، که در خراسان 2 صنف هستن که بدتر از اونها در روی زمین پیدا نمیشه، که جهمیه و مقاتلیه. مقاتلیه که اینجا ابو یوسف گفته او نسبت میده به مقاتل ابن سلیمان البلخی که مفسر مشهور می باشه، در سنه 150 هجری وفات کرده. بعضی کسا آمدن به او نسبت دادن، گفتن که مقاتلیه کس ای تجسمی بوده و به الله سبحانه و تعالی جسم ثابت میکرده، یعنی میگفته که الله تعالی گوش داره و خون داره.
اینمی اقوال شنی، اقوال زشتی که به او نسبت شده که او گویا به الله سبحانه و تعالی گفته باشه. لیکن ائمه اهل سنت مثل ابوالحسن الملطی که متوفی 377 هجری می باشه و علی بن الحسین بن واقد میگه که وقد برأ مقاتل نفسه من ذلك لما سأله الخلیفه. میگه مقاتل نفس خود از این چیز پاک کرد، گفت که ما یعنی گفت که من پاک هستم از این تهمتی که به او کرده بودن. و زیادتری تهمت کرد از سوی جهمیهایی که در خراسان بودن، از اونا نشر شده بود. و اونا کسی امروز هم کسی اهل سنت کسی میگن تجسمی، میگن کسی بیای بگه که الله تعالی در عرش است، بگه که الله تعالی دست داره، الله تعالی صورت داره، الله سبحانه و تعالی ساق داره، کسی صفات به الله تعالی ثابت بکنه. جهمیه اصر هم امروز هم میگن که اینا میگن تجسمی هست، اینا میگن به الله جسم ثابت کرد، معاذ الله. با همون زمان کس به همین شکل بودن، به مقاتل ابن سلیمان البلخی به همین شکل بود، میگفتن که این چی است، میگفتن تجسمی است. روایات دیگری که امام عبدالله آورده از عبدالله ابن مبارک رحمه الله نقل میکنه، میگه کان ابن مبارک یقول الجهمیه کفار. ابن مبارک رحمه الله میگفت که جهمیه کافر هستند. سمعت الحسن ابن عیسی یقول الجهمیه ومن یشک فی کفر الجهمیه. چی کسی به کفر جهمیه شک میکنه؟ آیا کسی هست که به کفر جهمیه شک کنه؟ و امام ابن مبارک رحمه الله میگه لیس تعبد الجهمیه شیئا. میگه جهمیه کسی را عبادت نمیکنن، چون اللهی که آنها میگن، اللهی که آنها تعریف میکنن که الله تعالی مکان نداره، الله تعالی بر عرش نیست، الله سبحانه و تعالی دست نداره، الله تعالی صورت نداره، الله نمیشنود نمیبینه، الله تعالی تکلم نمیکنه. یعنی یک چیزی که آنها عبادت میکنن اصلا او اله نیست. از خاطر ابن مبارک رحمه الله میگه لیس تعبد الجهمیه شیئا. جهمیه اصلا چیزی را عبادت نمیکنن. و این آیت، یعنی این مسئله را که در آیاتی که در قصه ابراهیم علیه السلام از خیلی واضح یعنی توضیح داده میشه. ابراهیم علیه السلام میگه یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ای پدر من، چرا کسی را عبادت میکنی که نه میشنوه و نه میبینه و اون چیز را میتونه از تو دور بکنه؟ خالقی که نه میبینه و نه میشنوه اصلا خالق نیست، و الله سبحانه و تعالی نیست. و جهمیه که از همون خالق عبادت میکردن. یحیی ابن ابراهیم روایت میکنه، میگه كنت ادعو على الجهمیه. میگه ما به جهمیه که از خیلی دعا میکردم. فذكرت ذلك لعبد الله ابن مبارك ودخل قلبي من ذلك شيء. امیر به عبدالله ابن مبارک گفتم که ما به حق از اینو خیلی بددعایی میکنم، آیا ما گناهکار نمیشم بی؟ فقال لا يدخل قلبك. گفت به قلب تو هیچ چیز داخل نشوه، هیچ شک پیدا نشوه. فانهم يجعلون ربك الذي تعبد لا شيء. زیرا آنها ربی را که تو عبادت میکنی آنها میگن که او هیچ چیز است، یعنی الله دست نداره، الله صورت نداره، الله در آسمان ها نیست، الله سبحانه و تعالی سخن نمیگه. نمی صفات الله تعالی را کل شیء، اکثر صفات یا بعضی از صفات که از تعویل میکنن یا تعطیل میکنن یا انکار میکنن. روایت دیگری که امام عبدالله آورده از نضر ابن محمد است، میگه من قال اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی مخلوق فهو کافر. کسی که اینمی آیت سوره طه آیت 14 را که الله تعالی میگه اننی من انا الله، من الله هستم، لا اله الا انا فاعبدنی، هیچ الهی نیست بجز من، فاعبدنی، مرا عبادت کن. کسی بگه که مخلوق است فهو کافر، او کافر است. فاتیت ابن مبارک فقلت له الا تعجب من ابي محمد قال كذا وكذا. میگه آمدم در نزد عبدالله ابن مبارک گفتم که نضر ابن محمد کنیش که ابی محمد بود. میگه گفتم تعجب نمیکنه که او ایتو سخن میگه. قال وهل الامر الا ذاك. گفت آیا گفت سخن جز این است؟ آیا جز این است؟ بله، کسی بگه که اینمی آیات مخلوق است و کافر است. سمعت نضر بن محمد يقول من قال في هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. کسی که بگه این آیات که از مخلوق است و کافر است. فجئت إلى عبد الله ابن مبارك فأخبرته فقال صدق ابو محمد. راوی میگه در نزد ابن مبارک آمدم برش خبر دادم که ابو محمد هم تو چیز میگه. گفت صدق ابو محمد عفاه الله. گفت ابو محمد راست میگه، الله او را
عافیت بده از کفر و شرک. ما کان الله عز وجل یأمر ان نعبد مخلوقا، الله تعالی ما را امر نکرده که مخلوق را عبادت بکنیم. و سمعت ابن مبارک یقول من قال القرآن مخلوق فهو زندیق. میگه از ابن مبارک شنیدم که میگفت هر کس که بگه قرآن مخلوق است او زندیق است. سألت عبدالله ابن مبارک کیف ينبغي لنا ان نعرف ربنا عز وجل. علی ابن حسن ابن شقیق میگه ما از عبدالله ابن مبارک پرسیدم کیف ينبغي لنا ان نعرف ربنا عز وجل، چگونه مناسب است که ما رب خدا بشناسیم؟ قال على السماء السابعة على عرشه. گفت رب ما بر آسمان هفتم بالای عرش می باشه. ولا نقول كما تقول الجهمیه انه ها هنا في الارض. ما نمیگیم چنانچه که جهمیه میگن که الله تعالی میگن در زمین است، یا میگن الله در هر جای هست. ما این قول نمیگیم، بلکه میگیم الله سبحانه و تعالی بالای عرش است. الله تعالی در بر عرش نشسته است، بر عرش قرار گرفته است. و امام عبدالله از محمد بن اسحاق روایت میکنه که اون میگه اخبرني رجل عن ابن المبارك قال له رجل يا ابا عبد الرحمن قد خفت الله عز وجل من كثرة ما ادعو على الجهمية. ای ابا عبد الرحمن کنی عبدالله ابن مبارک است، ما از الله ترسیدم از اینکه بر علیه جهمیه خیلی دعا میکردم. قال لا تخف، گفت نترس، فانهم يزعمون ان الهك الذي في السماء ليس بشيء، زیرا آنها اله تو را میگن که او بر آسمان نیست، در آسمان هیچ چیزی نیست، به این شکل آنها زعم میکنن. و روایت دیگری که امام عبدالله ابن امام احمد از سفیان ابن عیینه رحمه الله نقل میکنه، حدثني غياب بن جعفر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله عز وجل من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. سفیان ابن عیینه رحمه الله میگه قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است، هر کسی که بگه که مخلوق است او کافر است، و هر کسی که در کفر او شک بکنه او هم کافر است. در ابانة الکبرى امام ابن بطه رحمه الله از یزید ابن هارون نقل میکنه من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. کسی که قرآن بگه مخلوق است او کافر است، و کسی که او را تکفیر نکنه او هم کافر است، و کسی که با کفر او شک بکنه او هم کافر است. و فی رسالة احمد بن حنبل الى مسدد فمن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم ومن لم يكفره فهو كافر. در طبقات حنابلة و الجامع فی عقاید اهل السنه میاره از امام احمد نقل است که در رساله‌ای که مسدد نوشته بود میگه کسی که بگه قرآن مخلوق است او کافر است، و کسی که او را تکفیر نکنه او هم کافر است. و روایت دیگری که از سفیان ابن عیینه رحمه الله نقل است میگه من قال القرآن مخلوق كان محتاجا ان يسلب على ذباب یعنی جبل. کسی که بگه قرآن مخلوق است لازم است او انسان که از به صلیب کشیده شود، یعنی به دار آویخته شود. روایات دیگری را اینجا امام عبدالله از عبدالله ابن ادریس میاره، یکی از ائمه اهل سنت است، از امامای اهل سنت، ائمه سلف از اونا میباشه. این ائمه اهل سنت امروز اکثر مردم نمیشناسن، اکثر نمیدانن که سفیان ابن عیینه کی است، عبدالله ابن ادریس کی است، و وکیع کی است، سبحان الله سفیان الثوری کی است، عبدالله ابن مبارک کی است. اکثر ائمه اهل سنت که ان شاء الله ما و شما نامهای آنها را، روایت های آنها را میخوانیم، کسایی بودن که در قرن 2 در قرن 3 بودن، اکثرا در قرن 2 بودن که امام عبدالله از اونها نقل کرده. امروز اکثر مردم آنها را نمیشناسن. کسانی را به عنوان امام خود، پیشوای خود انتخاب کردن که سبحان الله بر الله کافر شدن. اینها را امام پیشوای خود انتخاب کردن، لیکن ائمه اهل سنت نمیشناسن. ائمه اهل سنت اقوالشان و خودشان پیش سر گذاشته. این بزرگترین مصیبت، بزرگترین جنایت است که برای امت شدگی است. الله سبحانه و تعالی ما و شما را توفیق بده که در منهج سلف قرار بگیریم. الله تعالی ما و شما را توفیق بده که چنانچه ائمه اهل سنت زنده کردن، با اهل بدعت مبارزه کردن، الله تعالی توفیق بر ما نصیب کنه. الله تعالی ما را از اهل سنت واقعی بگردانه، نه از اهل سنتی که فقط به نام باشیم. گفتیم روایتی که اینجا میاره امام احمد، امام عبدالله روایت کال میاره، ان شاء الله روایت است که از عبدالله ابن ادریس رحمه الله نقل میکنه. حدثني الفضل ابن صباح وسألت أبي عنه فقال أعرفه ليس به بأس. امام عبدالله از فضل ابن صباح روایت میکنه و در مورد فضل از پدرش پرسان میکنه و چه رقم آدم است، آیا از روایت بگیرم یا نه؟
میگه لیس به بأس، هیچ مشکل نیست. میگه فضل ابن الصباح میفرماید كنت عند عبد الله ابن ادریس رحمه الله، ما در نزد عبد الله ابن ادریس بودم، فسأله بعض اصحاب الحديث ممن كان معنا فقال ما تقول في الجهمیه یصلی خلفهم. بعد از اهل حدیث، از یاران حدیث میگه در نزدش بودیم، در نزد عبدالله ابن ادریس نشسته بودیم، از او پرسیده شد که آیا پشت جهمیه نماز خوانده میشه؟ فقال لی امسلمون هؤلاء، میگه گفت آیا آنها مسلمان هستن؟ یعنی کلمه تعجب و کلمه سوالیه، یعنی چی کسی به کفر آنها شک میکنه؟ دو بار پرسان میکنه امسلمون هؤلاء، آیا آنها مسلمان هستن؟ لا ولا کرامه، گفت هرگز آنها مسلمان نیستن و هیچ کرامتی ندارن. لا یصلی خلفهم، پشت آنها هرگز نماز خوانده نمیشه. و مقاتل روایت میکنه از عبدالله ابن ادریس، از او پرسیده شد که میگه پرسیدم از نماز خواندن پشت جهمیه، گفت امؤمنون هم، گفت آیا آنها مؤمن هستن؟ سبحان الله، با کلمه تعجب و کلمه سوالیه میگذاره. چی کسی به کفر آنها شک میکنه؟ نماز پشت مؤمن میشه، پشت مسلمان نماز خوانده میشه، نه پشت کافر. و امام عبدالله از یحیی ابن یوسف روایت میکنه، او میفرماید حضرت عبدالله ابن ادریس فقال له رجل یا ابا محمد ان قبلنا ناس یقولون ان القرآن مخلوق. به او گفتن، به عبدالله ابن ادریس گفتن که ای امام، ای ابا محمد، در نزد ما، در منطقه ما مردمی پیدا شده که میگن قرآن مخلوق است. پرسید آیا آنها من الیهود، آیا آنها از قوم یهود هستن؟ گفتن لا. پرسید آیا از آنها از نصارا هستن؟ گفتن لا. گفت آیا آنها از مجوس هستن، از طایفه مجوس هستن؟ گفتن نه. قال فممن، گفت پس از کدام طایفه هستن که میگن قرآن مخلوق است؟ قال من الموحدین، گفت آنها از طایفه از موحدین هستن، هم کسایی که از سوال کرده بودن. قال كذبوا، گفت دروغ گفتن. ليس هؤلاء بموحدين، آنها هرگز موحدین نیستن. هؤلاء زنادقه، اینها زندیق هستن، زنادقه هستن. من زعم ان القرآن مخلوق فقد زعم ان الله عز وجل مخلوق، کسی که بگه که قرآن مخلوق است زعم کردگی است که الله تعالی مخلوق است. من زعم ان الله مخلوق فقد کفر، کسی که بگه که الله تعالی مخلوق است کافر شده است، کافر شده. هؤلاء زنادقه، هؤلاء زنادقه، دو بار تکرار میکنه که اینها زندیق هستن، اینها زندیق هستن. عبدالله ابن ادریس خان بسم الله الرحمن الرحیم، سپس گفت الله مخلوق، گفت آیا الله مخلوق است؟ و الرحمن مخلوق، گفت آیا رحمان مخلوق است؟ و الرحیم مخلوق، آیا رحیم مخلوق است؟ یعنی به طرز سوالی از اونو پرسان کرد. گفت نه هؤلاء زنادقه، گفت خبردار باشین کسایی که میگن قرآن مخلوق است، گفت اونا زندیق هستن، اونا کفار هستن. و روایت دیگری که میارم اینا از وکیع ابن جراح است رحمه الله، گفتم یم از ائمه اهل سنت میباشه، که از ائمه اهل سنت است، از شاگردان سفیان ثوری و سفیان ابن عیینه میباشه. میگفت اما الجهمی فانی استتیبه فان تاب والا قتلته، گفت اما جهمیه که است من اینها را استتابه میتم، یعنی توبه میتم. توبه از چی؟ توبه از کفر. استتابه فقط از کفر داده میشه. و الا قتلته، اگر توبه نکردم میکشم آنها را، قتلشان میکنم. حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال بلغني عن وكيع انه قال من زعم ان القرآن مخلوق فقد زعم انه محدث ومن زعم انه محدث فقد كفر. میگه وکیع گفت اگر کسی بگه که قرآن مخلوق است، او زعم کردگی است که محدث یعنی قرآن نو پیداست، تازه پیدا شده، تازه آورده شده. و من زعم انه محدث، کسی بگه که تازه است یعنی جدید، یعنی تازه، نه معاذ الله، یعنی محدث یعنی کلمه ای که نو پیدا، احداث شده، پیدا شده. کسی اگر این شکل بگه او فقط کفر، به تحقیق او کافر شدگی است. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني أبو جعفر السويدي قال سمعت وكيعا، میفرمایند از وکیع شنیدم و قیل له، به او گفته شد ان فلانا يقول ان القرآن محدث، گفتن اونجا کسی است که میگه قرآن محدث است. فقال سبحان الله هذا كفر، گفت سبحان الله کفر است. قال السويدي وسألت وكيعا عن الصلاة خلف الجهمية قال لا يصلي خلفهم. سویدی میگه از او پرسان کردم از وکیع که آیا نماز پشت جهمیه خوانده میشه؟ گفت نماز پشتشان خوانده نمیشه. و روایت دیگری که از وکیع آمده میگه من زعم ان القرآن مخلوق فقد زعم انه محدث یستتاب فان تاب والا ضربت رقبته،
کسی بگه که قرآن مخلوق است او زعم کردگی است که یعنی قرآن محدث یعنی خلق شدگی است، تازه چی شدگی است، یعنی تازه به وجود آمدگی است. یستتاب استتابه داده میشه، و الا ضربت رقبته، و الا اگه توبه نکرد گردنش زده میشه. امام عبدالله فرزند امام احمد رحمه الله که مؤلف کتاب است میگه سمعت ابا خیثمة زهير بن حرب قال اختصمت انا ومثنى فقال مثنى القرآن مخلوق وقلت انا كلام الله فقال وكيع وانا اسمع هذا كفر من قال ان القرآن مخلوق هذا كفر. ابا خیثمه میگه ما با مثنا که از مثنا یکی از مثنى الانماطی یکی از جهمی ها بود، یک کافر بود. راوی میگه ما قد از او میگه بحث کردیم، گفتگو کردیم در مورد قرآن. او گفت که او گفت قرآن مخلوق است و ما گفتم که قرآن کلام الله است. و کی میگه اونجا استاد بود گفت من میشنم شما چی میگین، که گفت کسی بگه که قرآن مخلوق است یک کلمه کفر است. فقال مثنى يا أبا سفيان قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فأي شيء هذا؟ فقال وكيع من قال القرآن مخلوق هذا كفر. مثنى انماطی کافر جهمی به امام وکیع رحمه الله میگه که ای ابا سفیان در مورد این آیت چی میگه که ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث؟ الله تعالی میگه یعنی گفته باشه که آیت قرآن محدث گفته باشه. میگه در این مورد چی میگه؟ امام واقعی گپ از رو گوش نمیکنه، میگه که هر کس بگه قرآن مخلوق است این کفر است. لیکن امام احمد رحمه الله شبهه را جواب دادگی است. امام احمد رحمه الله در رد علی الجهمیه در صفحه 246 میگه انما هو محدث الى النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلمه فعلمه الله تعالى فلما علمه الله تعالى كان ذلك محدثا الى النبي صلى الله عليه وسلم. میگه قرآن محدث بود یعنی نو بود، چیز تازه بود بر رسول صلی الله علیه وسلم، چرا که رسول صلی الله علیه وسلم قبلش نمیدانست. الله تعالی به اونها فهمان علم داد. زمانی که الله تعالی به او فهمان یعنی به پیامبر صلی الله علیه وسلم یک چیز نو شد، یک چیز جدید شد. و وکی رحمه الله میگه القرآن کلام الله عز وجل، قرآن کلام الله سبحانه و تعالی است. انزله جبريل على محمد علیه السلام، که جبريل علیه السلام بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل کرد. کل صاحب هوى يعرف الله عز وجل و يعرف من يعبد. و میگه هر کسی که صاحب هواست یعنی صاحب بدعتی است او میدانه که الله را میشناسه و میشناسه چی کسی را عبادت میکنه. الا الجهمیه، مگر جهمیه که لا يدرون من يعبدون، نمیشناسن که چی کسی را عبادت میکنن. جهمیه کی بودن؟ کسانی که نمیشناختن رب خدا. بشر المریسی و اصحابه، بشر مریسی و یارانش، بشر مریسی ملعون کافر و یارانش که الله را نمیشناختن. بله، وقتی که میگن که الله تعالی بالای عرش نیست، وقتی میگن که الله تعالی سخن نمیگه، وقتی که میگن الله تعالی دست نداره، الله تعالی ساق نداره، الله تعالی قدم نداره، وقتی که میگن که الله نمیبینه نمیشنوه، پس یعنی اونا اصلا الله رو نمیشناسن، الله رو عبادت نمیکنن، اونا معبود دیگر عبادت میکنن. روایت دیگری که است میگه که از اسحاق ابن ابی عامر روایت است، میگه قیل لوکیع، وکیع گفته شد فی ذبائح الجهمیه، در مورد ذبائحی که جهمیه میکنن، ذبحی که مالهایی که جهمیه میکشن. فقال لا تؤکل هم مرتدون، گفت نه مال گوششان و ذبیحشان خورده نمیشه، چرا اونا مرتد هستن. و جهمیه عصر ما که از ماتریدیه و اشاعره کفار هستن لعنت الله علیهم. و همه اهل سنت میگیم که گوشتای اینا خورده نمیشه، مالهایی که اینا میکشن مالهایشان خورده نمیشه، چرا که اینا کفار هستن، مرتدین هستن، گوشتایشان ذبحی که اینا میکنن هرگز خورده نمیشه. و وکیع رحمه الله میگه من قال ان کلامه لیس منه فقد کفر، کسی بگه که کلام الله تعالی از خود الله تعالی نیست، معاذ الله، میگه فقد کفر، و کافر شده است. و من قال ان منه شیئا مخلوقا فقد کفر، و اگر کسی بگه که چیزی از اون مخلوق است بازم کافر شده است. روایت دیگری که امام عبدالله رحمه الله در کتاب خدا آورده اینجا نقل میکنه از حماد بن زید و معتبر بن سلیمان رحمهم الله، در مورد جهمیه نقل میکنه آیا نماز پشتن خوانده میشه نمیشه، حکم جهمیه چی است. میگه قال سمعت حماد بن زید و ذكر هؤلاء الجهمیه قال انما يحاولون ان يقولوا ليس في السماء شيء،
راوی روایت میکنه که از حماد بن زید میگه شنیدیم در نزد او از جهمیه سخن گفته شد. او گفت که جهمیه سعی دارن و میخوان بگن که در آسمان چیزی نیست، یعنی در آسمان الله وجود نداره، معاذ الله. بله دیگه، اگر بگن که الله بر عرش نیست یعنی انکار میکنن الله تعالی را. و از معتمر ابن سلیمان روایت است که از او پرسیده میشه که یا ابا محمد امام لقوم یقول القرآن مخلوق اصلی خلفه. از او پرسیده میشه که امام به قوم است، پیشوایشان از نماز میگه که قرآن مخلوق است، آیا نماز پشتشان خوانده میشه؟ فقال ينبغي ان تضرب عنق، مناسبی است که گردن او زده شود. قال فطر وسألت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل لنا إمام يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال صلي خلف مسلم أحب إلي. و فطر میگه، فطر که از راوی نمی روایت است، میگه از حماد بن زید پرسیدم، برش گفتم که ای ابا اسماعیل، امام یک قوم است که قرآن میگه قرآن مخلوق است، آیا نماز پشتش خوانده میشه؟ میگفت که نماز پشت مسلمان بخوانی برای من بهتر است. و میگه از یزید بن زرع پرسیدم که یا ابا معاویه امام لقوم یقول القرآن مخلوق، امام یک قوم است که میگه قرآن مخلوق است، اصلی خلفه، آیا نماز پشتش خوانده میشه؟ فقال لا ولا کرامه، گفت هرگز نماز پشتشان خوانده نمیشه. و این روایاتی که آوردیم در واقع روایات که از اختماع کتاب میخوانیم روایت بسیار زیاد است ماشاءالله، لیکن امروز مرجئه هایی که امروز هستن، جهمیه‌ای که امروز هستن، حتی جهمیه‌ای که امروز خود به اهل سنت نسبت میتن و میگن ما سلفی هستیم و به اینا نسبت میتن، وقتی در تکفیر جهمیه اینا میرسه میگن که نماز پشت اینها خوانده نمیشه، پشت جهمیه. و حتی دروغ میبندن بر امام احمد، بر امام احمد که گویا امام احمد پشت جهمیه نماز خوانده باشه. ما و شما این روایت ها را آوردیم، که در از معلوم است که جهمیه کفار هستن و پشت کفار نماز خوانده نمیشه. حتی روایات را آوردیم که کسی جهمیه را تکفیر نکنه و خودش کافر است. از امام احمد، امام سفیان ثوری بود و دیگه ائمه اهل سنت بود، گفتن کسی که جهمیه را تکفیر نکنه خودش کافر است. بله، کسی که امروز جهمیه عصر، ماتریدیه و اشعریه کفار، بعد از اینکه کفر آنها را بشناسه، بفهمه که اینا همه طایفه کفار هستن که الله را میگن که الله بر عرش نیست، میگن که الله دست نداره، الله ساق نداره، الله صورت نداره، باز همین اشعریه و ماتریدیه را تکفیر نکنن کافر میشن. بله، و میقدر بسنده میکنیم انشاءالله، و سعی میکنیم که باقی درس ها انشاءالله در روزهای بعد ادامه بدیم انشاءالله. سعی میکنیم هر درس ما 1 ساعت شوه، کمتر یا بیشتر از 1 ساعت شوه که خسته کن تمام نشوه انشاءالله. دوستا و برادرها رو میگم ممکن کمی درس ها خسته کن باشه، خب انشاءالله درس ها رو سعید تعقیب بکنن، انشاءالله درس ها خسته کن نمیشه. و اموری است که باید ما و شما بدانیم، خیلی از مسائل است که امروز ما و شما نمیدانیم، واقعیت باید این مسائل ما و شما بدانیم. و چون اگه این مسائل نداریم، اگه سلف خود نشناسیم، عقیده خود از کتاب‌های سلف تعقیب نکنیم، باز گمراه میشیم. ما و شما رو باز هر کس که از فریب میته و هر کس گمراه میکنه. الله سبحانه و تعالی ما را هدایت بکنه، الله تعالی ما را به راه صراط المستقیم، راه سلف و صالحین، راه صحابه و تابعین استوار بداره. الله تعالی ما را گمراه نسازه، الله تعالی ما را به منهج سلف قرار بده. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.